یه سفر دیگه این بار میریم به چابهار توی راهن. الان سوار قطار میشیم و حدود 22 تا 24 ساعت تو راهیم و ببینیم چی میشه دیگه. بریم قرار کجا بریم؟ چابهار. نه ساعت تو راهیم، رسیدیم ایستگاه اردکان برای نماز. 9 ساعت خیلی تازه کوتاه. 21 ساعت، 22 ساعت، 23 الی 24 ساعت حالا تو راهیم. اینم قطارمونه. اردکان توی استان یزد دیگه. اینم ایستگاه اردکان. خوش توی بلیطا نوشته بود 22 ساعته میرسیم. بعد از 25 ساعت و فکر کنم 5 دقیقه حالا بودم 25 ساعت رسیدیم زاهدان. یه زمانی بعد از 2 ساعت تأخیر جریمه میدادن، یعنی مبلغی به ما جریمه میدادن. الان چک کردیم شده 4 ساعت تا 8 ساعت، یعنی اینا زرنگ‌تر از ما. 25 ساعت تو قطار بودیم دیگه حالا خودتون بدونید. سعی کردیم یا بخوابیم استراحت کنیم یه سری کارهای دیگه، ولی رسیدیم بالاخره زاهدان. نمیدونیم قراره کجاها بریم، خیلی اصلا نمیدونیم الان میخوایم چیکار بکنیم، ولی بریم ببینیم قراره چه اتفاقایی برامون بیفته. خب بهترین کاری که تونستیم بکنیم با تجربه کوله هایی که ما داریم، همینجا یه دونه چند تا ماشین کرایه کردیم. ساعتی 100,000 تومان، 7-8 ساعت تو زاهدانیم. 700-800 تومان بدیم که حداقل کوله هامون اونجا باشه. بریم ببینیم چی میشه. اولین جایی که توی زاهدان اومدیم چهارراه رسولیه. چهارراه رسولی یکی از خیابونای چابهاره که بیشتر مغازه ها و فروشگاه ها و این چیزا اونجاست. حالا جز بازار خود زاهدان دیگه اولین جا اینجاییم. یکم توی بازار به چهارراه رسولی بریم و بچرخیم و قدم بزنیم تا حالا جاهای بعدی زاهدان. امروز زاهدانیم و ساعت 9 شب میریم سمت چابهار. حالا تو این یه روزه از این چند ساعت که داریم استفاده کنیم، یکم بازارها رو بگردیم و یکم مسجد مکی رو بریم و ببینیم حالا چه اتفاقی برامون میفته. مواد غذایی لاکچری اسمش؟ بله. لاکچری بازار رسولی همه چی داره. این ادویه‌اش فوق‌العاده بود. مثلا من یه دونه اش بود بوش مراکشی. مراکشی. شماره این هم داره، اگه خواستین تهران هم میفرست. میرم چه ادویه‌ای هم دفته بوش رو نمیشه اینجا. بعدیه باربیکیو، مصالحه، گرم مصالحه. گرم مصالحه. ادویه‌های محبوب بلوچ‌ها. زنگم بزنین هر جای تهران یا هر شهری هر چی، هر خوراکی بخواین و هر مدلی
این میبره بازار برم. انواع چایی و قهوه و شکلات و قیمتاش هم که پرسیدیم از تهران ارزون‌تر بود، واقعا ارزون‌تر. انواع قهوه استارباکس، نسکافه، یا از چی بگیم و بخوام. اینم شیرچایی. اینجا پرسیدیم کجا شیرچایی بخوریم، برامون آوردن دیگه. واقعا بعد من میگم جنوبی یا مهربون ترین نمیدونم، مخصوصا سیستان و بلوچستان. اینم سندش، اینم شیرچایی زاهدان. قطعا باشی فرمانده. اینجا چهارطولیه. بله. شهرداری خوب نداری اینجا تمیز کنی. اینجا افسرخونی خوب نمیدن اینجا. تفریح فیلم بگیره. این از نه بگو. این آقای خادره خواهش اومده اینجا، اومده کاسبی کنه اینجا. خلافکار اینجا. خب جدی خلاف میکنه. خب اینجا لباس هم میپوشه، عشق شک نکنه. این دیوونه. این قاده کارت قرمز دیه. جدی مشکل داره جی. ناراحت نشو. نه بگو حالا شهرداری چی؟ بگو شهرداری خوب نداره. من ویدیو رو اگه آشنا پیدا کنم میدم شهرداری. خب این مغازه ما منه. عجب چقدر لباس. من پایین عمده میره، بچهای ماوا جنس میدن. خب عمده میدن. تهران جنس میدن، خیابان مولوی. تیشرت ها چنده؟ تیشرت ها فروش 120. از 120. اینا زیر 400 دیگه نیست. 85 آخرش 70 میدم. اینا نگاه کن. اینا 85. خب 85. اینا آخر 70 میده. ما اینجا 70 هم میدن. مهمان تحویل میگیرین. شما عزیزی نهار میدین. مهمان اینجا تحویل میگیره. شهر غریب نیست اینجا. بیا بعد من میگم تو زاهدان تحویل میگیرم مهمونا و الان میگه چای میدیم، شیرینی میدیم، نهارم چیز زرده خوشگلی. اینجا پر لباس، انواع تیشرت از 70 تومن تا 130. میگه تهران هم ما تیشرت هم تهران ما عمده میده. بسته نگاه کن. بسته میده تهران مولوی ها. تهران خیابان مولوی کوتاه آباد میدیم ما. اینجا شهرداری خوب نداری آقا. خب افسرکن بدن مسافر آب بخوره اینجا. اینو راست میگه، قبوله. دیگه الان اینقدر آبای یه بار مصرف اومده. خوب نداری اینجا تمیز کن. ببینم شهرداری خوب نداری اینجا. آسفالت کنن. گازکشی نمیکنه اینجا. گازکشی هم نداره. اینجا بازار رسولی، تیشرت فروش و انواع و اقسام لباس و تیشرت و قیمت های خیلی هم خوب دیگه. ولی خب خیلی سختی گشتن بود. بیان ورزشی هم اینا باید یه بار بشونیم دیگه. میخواییم تو همه دست سربونه تاناک. این مسجد مکی توی زاهدان. عجب مسجد، سقف و نگاه.